درود بر شما، با آرزوی بهترین ها برای شما در تمام لحظات زندگی شیرینتون انشالله. میریم سراغ حرکت هاگ پا. وقتی میگیم هاگ پا، شما اصلا ناخواسته خودتون هم به فکر عضله پهن بیرونیتون میافتید، یعنی بیرون رانتون. اما چیزی من به شما بگم، حرکتی وجود نداره که انحصاراً فقط اون عضله رو درگیر بکنه. این چنین نیست. یعنی شما چه بخواید چه نخواید، پهن داخلی، راست رانی، پهن میانی هم قطعا اینجا درگیرن، ولی فشار بیشتری روی بیرون ران داریم. حالا چرا این سطح اتکا رو ساختن به این شکل که این ریگلات چه بالا پایین شه؟ برای اینکه توزیع نیرو در کف پای شما تغییر بکنه. اگر پای شما جلو بیاد، حرکت رو شروع کنید اجرا بکنید. شما اگر پای شما جلو بیاد، بیاین جلوتر. به جز اینکه 4 سرران و هاگ درگیره، پاشنه پای شما الان ببینید فشار بیشتری داره متحمل میشه. و این یعنی چی؟ یعنی عضله سرینی شما هم داره کار میکنه الان و فعاله. اگر پا بره عقب، این الان تقریبا فشار رو سرینی برداشتیم و تماما آوردیم روی 4 سرران، به ویژه بیرون رانتون. نکته خیلی مهم اینه که وقتی بالا میرین تقه به زانو نزنید. این کارو اصلا نکنید مطلقاً، چرا که دیگه عضله نیست اینجا محافظت بکنه و مفصل زانو شما کاملا درگیر میشه و این اشتباهه. بیایم پایین. پایین اومدن رو حتما کنترل شده میایم که فشار رو تماما روی عضلات درک بکنیم. و این که اگر حرکت رو دامنه خیلی کامل و بیشتر از دامنه کامل، بیایم پایین، بریم. وقتی این کارو میکنیم، کسایی که گفتم دنبال این هستید که بالای زانوتون، عضلات بالای زانو رو بولد کنید و پر کنید، این کارو باید بکنید. یعنی باید بیاید پایین. اگرچه میگم برای مبتدی‌ها خیلی توصیه نمی‌کنم. بریم بالا. پس این دامنه کامل بازم اجرا بکنیم. پایین‌تر از حد نصاب که میریم میشه درگیری کامل 4 سرران. اگرچه وقتی خیلی پایین میریم، به ویژه بریم پایین. بریم حرکت رو. الان عضله راست رانی تقریبا از فشار در میاد، چرا که تنه به پا نزدیک میشه. عضله راست رانی اینجا گفتیم روی تاج لگنه، از فشار در میاد. پهن بیرونی، پهن داخلی، پهن میانی و عضلات بالای زانو به شدت الان درگیر هستن. بریم. بسیار عالی. درود بر شما، موفق باشین.